درود به همه دوستان گل. امیدوارم حالتون خوب باشه. اول ویدیو بگم که نه لازمه لایک کنید و نه سابسکرایب. فقط ازتون میخوام تا آخر ویدیو رو تماشا کنید و اگر موافق بودید بهش عمل کنید. امروزه زیاد میشنویم و میبینیم که جامعه امیدی به زندگی در ایران ندارن و دوست دارن مهاجرت کنن. مدام از نظم و پاکیزگی کشورهای دیگه صحبت میکنن. اما بسیاری از خود این افراد هیچ تلاشی برای کشور خودشان ندارن و حتی به محیط زیست کشور خودشون آسیب میزنن. من اینجام تا بگم چرا ایران نه، چرا دوباره ایرانمون رو نسازیم، چرا کاری نکنیم تا دوباره ایرانمون زیبا شود. اگر تو هم با من هم نظری، بیا تا با هم ایران عزیز ما را بسازیم. حالا شاید بپرسید چطوری ممکنه؟ خب باید از مسائل کوچک اما موثر شروع کنیم. برای مثال باید هر یک از ما برای محیط زیست ما مفید باشیم و در تمیزی آن کوشا باشیم. قدم اول می توانیم از روستاها و یا طبیعت اطرافمان شروع کنیم و آن مناطق را تمیز کنیم. قدم دوم، اگر به جایی سفر کردید آنجا را کثیف نکنید. زیاد می‌بینید وقتی مسافرها به جنگل و یا دریا میروند زباله‌های خود را رها می‌کنند و با خود فکر می‌کنند این همه زباله اینجا ریخته، اگر یکی هم من بیاندازم اتفاقی نمی‌افته. اما این بار که به جایی رفتید جور دیگه ای فکر کنید و با خود یک کیسه ببرید، هم آشغال‌های خودتان و هم تا جایی که می‌توانید آشغال‌هایی که دیگران ریخته‌اند را جمع‌آوری کنید. مطمئن باشید با این کارتون باعث یک فرهنگ سازی می‌شوید و اگر شخص آشغالی ریزی این حرکت شما را ببیند احتمالاً خجالت می‌کشد و دیگر آشغال نمی‌ریزد. همچنین باعث پاکسازی کشورمان و کره زیبایمان خواهید شد. قدم سوم، می‌توانید با دوستان خود گروه یا تیمی تشکیل دهید و با هم قرار بگذارید تا یک منطقه از طبیعت اطرافتان را تمیز کنید. حتی می‌توانید این زباله‌ها را به ضایعاتی‌ها بفروشید تا هم درآمدی کسب کنید و هم به بازیافت زباله‌ها کمک کرده باشید. قدم چهارم، آشغال‌های خانگی تا مثل قوطی‌ها و بطری‌ها را جدا جمع‌آوری کنید و وقتی به اندازه کافی رسید اینها را به بچه‌های کار که آشغال جمع می‌کنند بدهید تا به آنها هم کمک کرده باشید. یا اگر دوست ندارید می‌توانید این زباله‌ها را خودتان به ضایعاتی‌ها بفروشید. ممنون که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید.